السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، از همتون خواهش همین ویدیو را پدیلیت سکنین تا اینکه دیگران بدانن و ببینن. شاید که همین ویدیو با منفعت یگان کس یعنی برسه، چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله. هر شخصی که برای یک کاری خیر دلالتی کنه، در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته می شود، چون که او شخص او را انجام داده است. اکثریت ما و شما سلامتی را یعنی غنیمت نمیدونیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که یعنی اغتنم خمسه قبل خمس، یعنی شما غنیمت بشمارین 5 چیز را پیش از آنی که 5 چیز بالای اون 5 چیز می آید. یک از اونها چیست؟ سلامتی را پیش از آنی که بالای ما و شما مریضی می آید، کسلی می آید. اکثریت ما و شما به خاطر پول ملک مال دنیا نمازها را ترک میکنیم. عملهایی که یعنی ضد خلاف شریعه است اونها را میکنیم، بعد میگیم که نماز خواندن نمیتونیم. از اول که انسان که نماز بخونه، طاعت عبادت الله بکنه، او را یگان چیز ضرر رساندن نمیتونه. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که من صلی صلاه الصبح هو فی ذمه الله. هر کسی که نماز بامداد را خوان او در ذمه خداوندیه. خداوند او را به عهده میگیره که او را یگان چیز ضرر رساندن نمیتونه. برادران عزیز، سعی و کوشش کنین، تلاش کنین در طاعت عبادت الله. مبارزه برین، مسابقه بکنین. یعنی به خودتون جدول بمانین که این روز اگر 2 صحیفه قرآن خوانده باشین، حرکت کنین که فردا 3 صحیفه قرآن بخونین. حرکت کنین، کوشش کنین، یعنی چیکار کنین؟ قرآن خوانی یاد بگیرین. اکثریت ما و شما یعنی قرآن خوانده نمیتوانیم. حسن البصری رحمت الله علیه فرموده است که شما جستجو کنین لذت را در 3 چیز، یعنی تفقدوا الحلاوه فی 3 اشیاء. در 3 چیز میگه شما جستجو کنین حلاوت، لذت دنیا را. یکی از اونها نماز است. ما و شما نماز نمیخونیم، لذت دنیا را از کجا میفهمیم؟ لذت حیات ما خود ما را کجا میفهمیم؟ دیمش در ذکر و فی ذکر الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلهای شما آرام نمیگیرن به ذکر طاعت عبادت الله؟ البته آرام میگیرن. ما ذکر نمیگیریم، الله را عبادت نمیکنیم. افضل الذکر لا اله الا الله. بهترین ذکر لا اله الا الله از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند. سیمش و فی تلاوت القرآن. در تلاوت قرآن باید ما و شما لذت ببریم. برادران عزیز، حرکت کنیم، کوشش کنیم. نیکی ما و شما اگر میگه که حسن البصری رحمت الله علیه در این 3 چیز اگر شما جستجو کردین نیافتین لذت را، بدرستی که با رحمت از جانب الله محکم شده برای شما. وای به حال شخصی که نماز بخونه، ذکر بکنه، تلاوت قرآن بکنه، لذت نببره. الله ما و شما را از این گونه شخصیت ها نگردانه. ما و شما را از شخصیت های بگردانه که همیشه با طاعت عبادت الله باشیم. باقی در امان الله از دعای صالحتون فراموش مکنین. ویدیو را حرکت کنین، پدیلیز کنین. السلام علیکم.